سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. نانیم با اپیزود 11 از پادکستامون کنارتون هستیم با عنوان عقده ها، وقتی چیزی درونت گره خورده و نمیذاره جلو بری. تا حالا شده یه موقعیت ساده، یه جمله معمولی، یه رفتار کوچیک از یه آدم تو رو منفجر کنه؟ یه چیزی درونت ناگهان فعال شه، نه متناسب با اتفاق، نه منطقی، یه حس شدید کنترل ناپذیر، انگار یه دکمه رو فشار دادی. یونگ به اینا میگفت عقده و معتقد بود تا این عقده ها رو نشناسی درگیر تکرار بیپایانشون میمونی. عقده یعنی یه گره احساسی در ناخودآگاه، ترکیبی از خاطره، درد، ترس، خشم، شرم که یه جا تو گذشته شکل گرفته و هنوز بسته باقی مونده. مثلا عقده مادر، وقتی مادرت رو بیش از حد کنترل کرد یا بی تفاوت تجربه کردی و حالا توی رابطه با آدم‌ها مدام دنبال مراقبت یا فرار هستی، یا عقده بی‌ارزشی که شاید از تحقیرهای کودکی ساخته شده و امروز حتی موفقیت هم آرومت نمی‌کنه. دختری رو تصور کن که هر بار وارد یه رابطه عاطفی میشه، بعد مدتی حس خفگی میکنه و فرار میکنه. نه چون طرف بد بوده، چون توی ناخودآگاهش یه خاطره زخمی هست. یه رابطه اولیه پر از وابستگی دردناک و حالا هر رابطه جدید اونو بیدار میکنه. یا مردی که همیشه دنبال تاییده، کار میکنه، پیشرفت میکنه، دیده میشه، ولی یه حس پوچی ولکنش نیست. اون شاید درگیر عقده دیده نشدن توسط پدر یا معلم یا خودش باشه. حالا یه لحظه مکث کن. تو کجای زندگی بیش از حد واکنش نشون میدی؟ کجاها حس میکنی من که اینو نمیخواستم، پس چرا اینجوری شد؟ شاید اونجا یه عقده داره از زیر سطح عمل میکنه و تا وقتی که نادیدش بگیری ادامه پیدا میکنه با همون شکل، فقط تو قالب‌های جدیدتر. یونگ میگفت ما تا وقتی ناخودآگاه خودمون رو آگاه نکنیم اونو سرنوشت مینامیم، ولی واقعا میشه اون چرخه رو شکست با نگاه کردن، با نوشتن و با پذیرش درد و با گفتگو با همون گرهی که سالها بسته مونده. شناخت عقده یعنی شروع آزادی. تو قرار نیست بی‌نقص باشی، ولی قرار آگاه بشی. عقده ها بخشی از روانن، نه دشمن، نه هیولا. اونا فقط زخم هایی که هنوز فرصت نداشتن شفا پیدا کنن. من نانیم و این اپیزود صدای گره هایی بود که شاید سال هاست منتظر دیده شدن بودن. اگه تو هم یه جایی از زندگیت یه درد تکراری رو تجربه میکنی به هم بگو. شاید اون یه عقده است که وقتشه باهاش حرف بزنی. این قسمت رو بفرست برای کسی که انگار همیشه گیر کرده تو رابطه‌اش، تو کارش، تو خودش. و یادت نره سابسکرایب کنی، چون در قسمت بعد میریم سراغ روابط عاشقانه از نگاه یونگ. وقتی آنیما و سایه توی رابطه عاشقانه دخالت میکنن. عشق فقط عشق نیست.